ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 29 ایول سال 2024 همگی 2 هفته بعد اعلان 100,000 سومانی مکافات برای کمک در یافتن جنایتکاری که ماه ینور راننده تاکسی ضیاءالدین بیکوف 23 ساله را معیوب کرد، از بازداشت نفر متهم در این جنایت خبر داد. با اتهام صادر کردن این جنایت، ساکن 25 ساله نویه رودکی عبدالجبار غوزیف که چندین داغ سودی دارد دستگیر شده است. مرکز مطبوعات ملی پایتخت تاجیکستان در اطلاعیه‌اش گفت در نتیجه کارکرد اخبار وارد گردیده از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه، جنایت قصد رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی که 15 ینور سال 2024 در کوچه یکچنار شهر دوشنبه صادر شده، باعث جراحت برداشتن راننده تاکسی شرکت یک تاکسی بیکوف ضیاءالدین گردیده بود آشکار کرده شد. معین گردید که جنایت مذکور را شهروند غوزیف عبدالجبار عبدالغفارویچ سال تولدش 1999 ساکن نویه رودکی صادر نموده است. قابل ذکر است که نام برده سابقه جنایتی داشته قبلا محبسی گردیده است. معلوم شد که ماه فوریه سال 2024 الکی بعد حمله بر راننده تاکسی عبدالجبار غوزیف برای صادر نمودن جنایت‌های دزدی در حدود نویه رودکی دستگیر گردیده، عین زمان در محبس ادای جزا کرده ایستاده است. خود غوزیف یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی میلیته گفت ضمن پرسش گمان بر شونده غوزیف عبدالجبار پرره به جنایت صادر کرده خود اقرار گردید. همزمان با دلیل‌های ضمن کارکردهای اپراتیوی جستجویی به دست آمده از جانب او صادر گردیدن جنایت پاره اثبات خود را یافت. جزئیات چگونه معین شدن شخصیت نفر متهم در حمله به تاکسیران آشکار کرده نشده است و معلوم نیست که آیا 100,000 سومانی مکافات وعدگی را به کی خواهند داد، ولی در اطلاعیه بدون بردن نام مشخص تاکید شده است که رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه به شهروندان برای اعتماد باوری و همکاری دائمی هزار سپاس می نماید. این جمله می تواند اشاره به آن باشد که مکافات صاحب خود را یافت. طوری قبلا خبر دادیم ضیاءالدین بیکوف از نزدیکی طربخانه بختاریان غوزیف عبدالجبار را به ماشین تاکسیش سوار کرده اول تا نزدیکی رامسر و سپس تا یکچنار برده است. راهکار تا آنجا 37 سومانی شده است، ولی وقتی راننده از او پول راهش را تقاضا میکند، مشتری که در کرسی قفا نشسته بود ناگهان با کارد حمله کرده به قسمت راست گردن 5 ضربه و به هر دو دستان ضیاءالدین کارد میزند. بعد فرار حملهگر راهگذران ماشین یوری تاجیلی را دعوت کرده راننده تاکسی را به بیمارخانه قریه بالا میرسانند. ضیاءالدین بیکوف 10 روز در این بیمارستان تبابت گرفت، ولی از بس که قاتل رگ ارتریا و دیگر رگ‌های عصب و خونگرد را از طرف راست بریده است، چشم و دست راست ضیاءالدین از حرکت باز ماندند. والدین ضیاءالدین بیکوف برای ادامه تبابت پسر یگانه‌شان مجبور شدند که خانه خود را که در قبت پنجم یک بنای 5 قبته در محله ظفر شمال و غربی پایتخت به فروش بگذارند. برای تبابت و به پا خیزاندن پسرم پول لازم است. ما مبلغ ذخیره نداریم، مجبوریم که خانه‌مان را فروخته پسرمان را تبابت کنیم، گفته بود پدر ضیاءالدین.